خب سلام بچه‌ها. امروز میخوام تو این در واقع ویدیویی که حالا امروز که شب ساعت 12 شب خوابم میاد خیلی خستم، ولی میخوام در مورد این که در واقع چطوری میتونیم بیاین و پزشکی بخونین توی ایرلند توی پروگرام Graduate Interim Medical Schoolش در مورد اون باهاتون صحبت بکنم. توی ایرلند دو نوع در واقع میتونیم بیاین پزشکی بخونین. یکی به صورت اینی که مثل ایران که مثلا دیپلم میگیرین و میان و یک دوره پزشکی میخونین. یکی اینی که به صورت شما گریجویت میان، یعنی شما یک لیسانسی دارین، یه مدرکی دارین و بعدش میرین یه آزمونی میدین. اون آزمون اگه قبول شدین میاین و دوره گریجویت اینتر مدیکال اسکول رو میخونین که یه چیزی هولوش 4 ساله، هولوش 4 ساله دیگه. 4 ساله هیچ جای دنیا 4 ساله شما نمیتونین پزشکی بگیرین، ولی تو این پروگرام میتونین در واقع 4 ساله پزشکی بگیرین. و این اولین بارم توی استرالیا بوده این آزمون، یعنی آزمون مال استرالیا، اصلا اسم آزمونش گمسته و که میشه Graduate Australian Medical School Admission Test. و تو استرالیا اصلا اینو نداشتن که مثلا از دیپلم بیان پزشکی بخونن و این آزمون چون خوب بوده تو انگلیس و توی ایرلند هم اعتبار داره. البته هر کشور برای خودش مرکز جداگانه داره و امروز که مثلا 9 اکتبر 2023 است، آزمون بعدی مارچ 2024، اواخر مارچ 2024. هزینهش توی ایرلند 341 یوروه، توی استرالیا 518 دلار استرالیایی و توی انگلیس هم 271 پونده. 4 تا دانشگاه توی ایرلند این برنامه رو دارن، یعنی در واقع شما تو 4 تا دانشگاه میتونی تحصیل بکنی که یکیش RCSI یا رویال کالج آف سرجن دابلینه، یکی UCD یا یونیورسیتی کالج دابلینه، یکی دیگه یونیورسیتی کالج کورک و چهارمیش هم یونیورسیتی آف لیمریکه. این 4 تا در واقع این گریجویت اینتر مدیکال اسکول رو دارن. ویژگی این در واقع این پروگرام که اونم تو ایرلنده اینه که نمرش خیلی بالا نیست، به علت اینکه شهریه‌اش برای خود ایرلندیا و اعضای اتحادیه اروپا، کسایی که شهروند اروپا هن، 15,000 یورو در ساله که به نظرم برای اینا مثلا خیلی زیاد میاد، چون مثلا دیدم که زیاد در واقع شکایت میکنن که زیاد شهریه. و برای غیر اروپایی‌ها و ماها در واقع 59,000 یورو در ساله که خب مبلغ زیادیه، ولی خب مثلا کسایی دیدم که 35 یا 40,000 یورو در سال دادن و رفتن و روسیه درس خوندن. خب اعتبار ایرلند بیشتره و بعد از اون 4 ساله به شما مدرک میده. هیچ جای دنیا 4 ساله به شما مدرک نمیده. نمره هر سال فرق میکنه، یا هر در واقع هر سال و یا هر در واقع دانشگاه فرق میکنه. دانشگاه داغونه داره تعطیل میکنه. 12 شب شد. به چی داشتم میگفتم اصلا از دستم در رفت. آره 4 ساله است. بعد شهریهش 59,000 یوروه. مینیموم نمرهش در واقع برای در واقع UL تو ادمیشن قبلی 56 بوده که پایین بوده، مثل آیمت که مثلا تو ایتالیاش برای کسایی که میخوان برن پزشکی بخونن تو ایتالیا در واقع نمره ها رو ایرانی‌ها عزیز بردن بالا. اینجا هنوز پایینه، چون اولا ایرانی زیادی نمیاد، دوباره خارجی های زیادی نمیاد. خیلی بین کانادایی‌ها در واقع خیلی طرفدار داره، ولی کشور دیگه رو من زیاد ندیدم که بیان پزشکی بخونن. و اینم از Graduate Interim Medical School. در مورد اون یکی در واقع آندرگرادش زیاد اطلاع ندارم. سرچ میکنم، اطلاعات که کسب کردم میام به شما میگم.
و اینم که مثلا فرق نمیکنه چه تو انگلیس بدین، چه استرالیا بدین، چه ایرلند بدین یا هر جای دنیا بدین، همشون اعتبار داره. 4 تا سکشن هم در واقع داره این آزمونش. یکی reasoning in humanities and social science، یکی writing communication، reasoning in biological sciences and reasoning in physical sciences. این هم 4 تا در واقع سکشنی که در واقع آزمون داره. روزتون خوش. خداحافظ.